شود. سیناتور آمریکایی با پورتمان میگوید سلاح کشنده دفاعی که آمریکا با اوکراین ارسال خواهد کرد به خاطر مقاومت با تجاوز جدایی‌خواهان رو به روسیه است. آمریکا فروش موشک‌های ضد تانکی جاولین را تصدیق کرده است که مبلغ آن 47 میلیون دلار آمریکایی مساوی میباشد. روز 2 اپریل در پراگ این سیناتور جمهوری خود در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی با سوال‌های خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی راستیسلاو خوتین پاسخ داد. در ابتدای صحبت درباره مسلح‌شوی بود و خبرنگار از سیناتور پرسید که آیا سلاح ایلاوگی و آن هم کشنده باعث توسعه نزاع نخواهد شد؟ با فکرم ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر باید به اوکراین امکان دهند که سلاح خریده از خود دفاع کند، از جمله سلاح‌هایی که به همین زودی‌ها به آنها داده می شود. در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از سیناتور سوال کرد که آیا به اندیشه او به این وسیله جنگ در اوکراین عمیق‌تر خواهد شد؟ هدف اساسی مدافعه است. اوکراینی ها در حال دفاع قرار دارند. آنها از صاحب اختیاری و زمینی خود حمایت می کنند. حالا شرق اوکراین به حمایت از حمله های آشوبگران رو به روسیه نیاز دارد. سلاح و مهماتی که از آنها مصادره و در میدان کیف به نمایش گذاشته شده است شهادت حرف ماست. موشک های جاولین امکان می دهند که آنها از خود دفاع کنند. می‌دانید با سلاح ایلاوگی آنها می توانند گویند که حمله به ما و ادامه تجاوز پیامد خواهد داشت. به فکرم چنین وضع به حل آسایشته زمینه می‌گذارد، از جمله تطبیق سازش مینسک و حتی تهیه سازش دوم مینسک. تجاوز بدون جوابگری باعث ادامه خونریزی شده است. ما طرفدار آرامی هستیم. اوکراینی ها نیز در حال حمله نیستند. آنها از صاحب اختیاری خود دفاع می‌کنند. And therefore more bloodshed. We want to see less. We want to see peace in the region. با پورتمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که امروز عازم اوکراین می شود تا با وضع این جمهوری از نزدیک آشنا گردد. تفصیلات را می توانید در سامانه ما www.azadi.org دریافت نمایید.